خیلی خوب. آخرین قسمت بچه‌ها همونطور که می‌بینید گیم پلنه. ما گیم پلنی که می‌خوایم بذاریم راجع به 3 تا قسمت میشه و می‌بینید 3 تا قسمتشو دیگه. گیم پلن دفاعی، گیم پلن حمله و حالا پرسونال که چه چیزایی براش داریم. در واقع ویدیوی آخری که ما توی برنامه بازی می‌بینیم ایناست. یعنی خروجی در واقع تمام اطلاعاتی که تا الان درست کردیم شامل این 3 تا تیکه میشه. یه دونه برنامه دفاعمون، برنامه حملمون، این جلسه قبل در واقع جلسه قبل بازیه، فیلمیه که قبل بازی تو ویدیو رو میریم. اگه یادتون باشه بذارید من بیارم صفحه رو. آخرین مرحله از کارمون در واقع این بود، یعنی برنامه ریزی میکردیم، مشخص میشد و میرسید به ویدیو میتینگ. اوکی. خب میبینید 3 تا قسمت داره دیگه. گیم پلن دفاع، حمله و پرسونال آنالیز. این 3 تا چیز رو ما قرار میدیم توی این 3 تا قسمت رو قرار میدیم توی ویدیومون و با همون سیستمی که گفتم بهتون دیگه. حالا پرسونال رو بعضی مربی‌ها میگن توی جلسه فیلم نشون بدیم، بعضیا میگن چیز نشون بدین، بعضیا میگن توی در واقع مثلا برای بازیکنان جدا نشون بدین، بعضی جفتشون میگن. حالتهای مختلف داره. ولی گیم پلن، آفنسیو گیم پلن و دیفنسیو گیم پلن چیزاییه که توی ویدیو معمولا نشون میدن. خب بریم سراغ ویدیوش. من چند تا ویدیو آماده کردم برای این تیکه که حالا مدل‌های مختلفش رو ببینیم و در واقع آشنا باشیم که چه مدل‌هایی میشه این کار رو انجام داد. من چند تا بازی براتون گذاشتم که اوکی. بذارید از 2 تا بازی مختلفمون براتون گذاشتم. اول گیم پلن دفاع رو نگاه کنیم، بعد دیفنسیو گیم پلن رو نگاه کنیم، بعد حمله رو نگاه کنیم. ببینید این بازی با تیم ما با تیم آبادان اگه اشتباه نکنم. میبینید گفتم بهتون میتونه در واقع چیزی که گذاشتیم میتونه شامل اینا باشه. ما گذاشتیم اینجا ترانزیشن. اولین چیزی که تیم آبادان خیلی توش خوبه ترانزیشن. خب بعد حالا میبینید من پلی میکنم دیگه، روش نوت داره خودش. میبینید 3 دقیقه و 12 ثانیه دیفنسیو گیم پلن رو گذاشتیم. نگاه کنید چی داره. یک، توی فست بریک توضیحی که داریم چیه. ببینید اومدیم بازی مرحله بازی قبلشون رو گذاشتیم که با آبادان و ذوباهن چیکار کردن. خب نشون میدیم که هر کدوم از اینا یه قسمتی داره دیگه. یعنی آبی‌ها رو میبینید من با آبی مشخص کردم که آقا اینجا فکر کنم رسول مظفری کویک مچ اپ کرده، بلافاصله یارو پیدا کرده اومده. ایراد چیه؟ ایراد میس کامیونیکیشن دو تا بازیکن دیگه و دیلی 2 تا بازیکن دیگه است. یعنی از 4 تا بازیکن دیگه 2 تا بازیکنشون میس کامیونیکیشن دارن، 2 تا بازیکن هم دیلی دارن. اوکی میبینید دیگه این 2 تا اصلا جایی که باید باشن نیستن، باید زیر خط توپ باشن. بلافاصله این 2 نفرم مچاپاشون سبزا با هم دیگه است، قرمزا با هم دیگه است، ولی حواسشون نیست. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که 2 تا بازیکن همزمان خالیه. اوکی بازیکن دوم به عنوان تریلر میاد اضافه میشه. همون دیلی که داشتن، همون مچاپ دیر، ریباند دوم میده. دوباره نگاه کنید بازی میره تو پست. مچاپ درست اینجا داریم، مچاپ غلط اینجا داریم و تریلر دوم که دینای نشده. بازی هاکی پس تو پستا دوباره اضافه شدن به دفاع. کویک مچاپ رو داریم. خب بازیکن هلپ سایت خیلی اگریسیو داره دفاع میکنه، خیلی زیاد جمع شده برای دفاع و این نفر باید روی های پست اگریسیو باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این الان میگیره کرییت میکنه، یعنی بازی رو میده زیر یا بازی رو میده بیرون. راهکاراش هم نوشتیم. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته دقیقاً همینه. یعنی بازیکنی که توپ اول نتونسته پاس بگیره، تو توپ دوم توپ میگیره.
می‌بینی موقعیت بعدی تو درگ، می‌بینین خیلی دیر تک کرده. اینجا دیگه وقتی اومده اینجا قرار گرفته ناکنین نوشتیم آقا این بازیکن از اینجا دفاع نشه دیگه خیلی دیره، به خاطر اینکه شما رو میندازه تو پیک و دیگه نمیتونید تکون بخورید. اتفاق بعدی چیه؟ این که بازیکن‌های دیگه هیج نمی‌کنن. می‌بینید تیکه رو نوشتم دیگه، مفهومه بچه‌ها؟ نوشتم ایراد نفر اول چی بوده؟ خیلی دیر تک کرده و خیلی دیر مچاپ کرده در واقع. اوکی، نفرات بعدی ایرادشون چی بوده؟ دو تا پستا هیج نکردن و ایزی لیاپ رفته. نفرات سوم، ایراد سوم چیه؟ نفراتی که هلپ ساید بودن باید آماده می بودن برای روتیشن یا برای ریاکشن های بعدی، آماده نبودن. نگاه کنید، می‌بینین تو من ساید نکس نکردن، تو من ساید نکس اتفاق افتاده. کاری که انجام دادن یه دونه اوپن شات اینجا، دیلای اون و تمام. می‌بینین دیگه، یعنی توضیح ها رو در واقع من تو نوتا نوشتم دیگه. من اینو الان برای شما دارم استاپ میکنم. تو بازی دیگه این استاپ تامین دیگه استاپ نمیشه، توی ویدیو خودشون می‌بینن. دوباره نگاه کنید، کویک مچاپ. می‌بینین اتفاقی که افتاده چیه؟ هر کدوم از ویدیوها یه تیکه داره. اینجا بازیکن‌های سبز با توجه به دیلی که پست 50 آبادان داره و دیرتر اضافه شده، بازیکن‌های سبز میتونن بازیکن ثابت رو ترپ کنن. اوکی، این نفر رسیده دینای کرده، دو تا آبی هم اومده دینای کرده، پس این بازیکن میتونه بره ترپ کنه. قرمز هم که رو قرمز هست دیگه. می‌بینید وظایفشون رو نوشتم که چی کار میتونیم بکنیم. اینجا میتونیم بره ترپ کنه، اصلا نذاره این پاس برسه. این اتفاق نمیفته و یکی از راهکارهایی که میتونیم ما استفاده بکنیم پس این میتونه باشه که بازیکن صاحب توپ ترپ کنه زمانی که بازیکن سنت دیلی داره. پلن دوم دفاعی چیه؟ دیسکانکتینگ بیکس، یعنی بازیکن‌های سنترشون رو نذاریم با هم دیگه ارتباط داشته باشن. چه جوری؟ نگاه کنید اتفاقی که میفته چیه. توی یلو اینجا ما دفاع ساید و یلو اسمش بوده، توی دفاع آیس ساید پیک ان رول زمانی که این مدل آیس بوده و میدادیمش پایین، این بازیکن خیلی عقب وایساده. اتفاقی که میفته چیه؟ دو تا سنترال رو می‌بینید اینجا 2-1 دارن. می‌بینید محمد ترابی، حامد حدیدی و روزبه ارقم رفتن تو موقعیت 2-1. چرا؟ چون این حمله کرده به بازیکن سنتر و فضای پشت سر خالی شده. وقتی پاس میاد چی میشه؟ این توپ میگیره میندازه بالا واسه اون یکی سنتر، کاری که خیلی زیاد انجام میدن. دو تا سنتر همدیگه رو دور پینت فید میکنن. دوباره نگاه کنید، دوباره همین اتفاق، لیت ریکاوری انجام میشه. میبینید اینجا بازیکن سنتر میمونه. کاری که گورگان کرده چی بوده؟ این مدل بچه دفاع پیک ان رولی که 4 و 5 به هم دیگه کمک میکنن و بهش گیت کاور یا گیت پروتکت یا اصطلاحاً با خاطر مربی که اینو درستش کرده به جای مسینا هم صداش میکنن دیگه، الان بهش میگن مسینا، کاری که تیم ایتور مسینا انجام میداده. نکنید اینجا ارسلان رو تو میمونه به خاطر اینکه این بازیکن خطرناکیه. این نفر میاد بین دو تا سنتر قرار میگیره. میبینید اینجا محمد یوسفند بین یار خودش و یار رولر قرار میگیره. خب تأخیری که دارن توی این اتفاق، تأخیر وقتی اتفاق میفته و اگه دیر ریکاوری بشیم، میبینید موقعیت بیگ دو تا سنتر زیر وایسادن، دو تا بازیکن قد بلند، به خاطر این ریکاوری دیری که اتفاق افتاده توپا رو میندازن بالا واسه هم دیگه. تمام دیگه، اصلا اینجا توپ به دست حامد عددی برسه اصلا دیگه کاری نمیتونید بکنید. ببینید دوباره کانکشن سنترال رو ببینید، اینا همش داریم راجع به ارتباط دو تا سنترهای آبادان تو این بازی با هم دیگه صحبت میکنیم و کاری که باید انجام بدیم. ببین توی یک اکشنی میس کامیونیکیشن اتفاق افتاده و این اتفاق نباید بیفته. پس چی گفتیم؟ گفتیم آقا ارتباط دو تا سنترال رو باید با هم دیگه قطع کنیم. خب ارتباط دو تا سنترال رو باید با هم دیگه قطع کنیم و اجازه ندیم که در واقع این دو تا بازیکن همدیگه رو فیت کنن و برای همدیگه موقعیت درست کنن. اوکی، باز مدل دیگه نگاه کنید، سویچ کردن. می‌بینی همه یک کاتگوری بچه‌ها راجع به یک چیزه. در همه موقعیت‌ها داریم راجع به یک چیز صحبت می‌کنیم. مدل‌های مختلفی که ازش امتیاز آوردن رو می‌ذاریم که در واقع به بازیکن‌ها یه ایده و یه ویژنی بده که آقا چه اتفاقی میفته. اینجا سویچ کردن، سویچ بک دیر اتفاق افتاده. می‌بینین میس مچ رو می‌بینه حسن زاده، میس مچ رو می‌بینه میره زیر، آماده میشه واسه زمانی که میخوام برن ترپ کنن. پاس میره بالا. اوکی، حالا پلن بعدی چی بوده؟ اینکه آقا ما میتونیم با بازیکن شماره 1 هارت هیچ کنیم. پس پلن دفاعمون اینا تصمیم گیریایی که تو کادر انجام شده ها.
تصمیم بر این شده که مثلا ما اولین چیز باید ترانزیشن هاشون رو استاپ بدیم. دومین چیز نکته مهم اینه که باید ارتباط دو تا سنترال رو با هم دیگه قطع کنیم. نکته سوم و کار سوم که میخوایم انجام بدیم چیه؟ اینکه تو پیک اند رول با بازیکن شماره 1 هارد تیج کنیم. بعد حالا میایم برای این چیزایی که گفتیم ویدیو میذاریم، فکت میذاریم براش. خب اینجا چیه؟ نگاه کنید. اسم حملهشون 3 سایده. من نوشتم اور 2، یعنی حمله 2 تیم خود ماه. عین همونه. پاس که میره نشون دادیم که آقا بازیکن روی هارد تیج توپو سریع جمع میکنه و پاس میده. اوکی؟ پس وقتی رو چپش میاد هارد تیج میکنیم توپ جمع میشه. چند مدل ناکنید تو بیسلاین. حالا حمله رو اینجا مینویسیم که چه حمله ای رو داره ران میکنن که اینو ما ویدیو رو ازش گذاشتیم. دوباره هارد تیج نگاه کن. میبینی باز توپ جمع شد، پاس داد. حمله هورن نگاه کنید دوباره رو هارد تیج میبینید حرکت به سمت حلقه اتفاق نمیفته، پس ما تو روتیشن نمیافتیم. تو ویدیوی قبل اگه یادتون باشه دریبلی که انجام شد دریبل سایت بود، تو سایت دریبل زده شد و حرکت به سمت حلقه نبود. میبینین دوباره هارد تیج، دوباره همه برمیگردن روی یارشون. پس پلن میتونه برای پیک اند رول بازیکن، ببین من از همه چی گذاشتم، ترانزیشن گذاشتم، یعنی در واقع تو پلن بوده پلن گیم پلن دفاعیمون ترانزیشن بوده، انفرادی توش بوده، نمیدونم گروپ تاکتیک بوده که دوتا بازیکن با هم دیگه انجام میدادن. عادت تیمی الان هست باکس دم آوت، یعنی گفتیم آقا اینا میان برای ریباند حمله، باید حواسمون بهشون باشه. کیا باید باکس دم بکنن؟ آقا هر جا که اومدین، حالا موقعیت چیه، هر جا که آمده عددی رو فرانت دفاع بکنید، اگر نفر پشت سری حواسش نباشه آمده همون رو سیل میکنه و ادوانتج میگیره برای ریباند حمله. اینا موقعیتایی که توش به ریبانده حمله انجام میشه. نگاه کنید دوباره اینجا بازیکن بیرونی حواسش نیست، تگ نمیکنه، فیس چک نمیکنه، از پشت سرش میره ریباند حمله میگیره. خود بازیکنی که اقدام کرده باکس داد نمیشه، خودش میاد ریباند حمله میگیره. دیدین سویچه اینجا رو نگاه کنید. اینجا که کلوزات میشه، ببین اینجا کلوزات میشه، خیلی راحت پریپتی بیت میشه، خیلی راحت رد میشه و بی دلیل میافتن تو سویچ، در حالی که اینجا که کلوزات درست رفته بود و یا دفاع تگای بغل آماده بودن، این سویچ اتفاق نمیفته. سویچ که میشه چی میشه؟ پس یکی از جای دیگه‌ای که توش میان برای ریباند حمله این میس مچایی که توی سویچ اتفاق میفته، پس باید تا جای ممکن آن نسسری سویچ نکنیم. نگاه کنید اینجا الان صدیقی میبینه که میس مچ با یارش، میاد حمله میکنه رو سرش، ریباند حمله رو میگیره. توی پرتاب پنالتی یکی از جایی که خیلی خطرناک این کار انجام میدن. نگاه کنیم فیس چک نمیشه، یا ریباند میگیره. دیدیم بچه‌ها اینا همه پس شد. می‌بینید 3 تا 4 تا موضوع، 5 تا موضوع رو مشخص می‌کنیم، حالا بسته به تیمه، بسته به تواناییشون و بسته به چیزی که سرمربی میخواد مشخص می‌کنیم اینا رو و اینا میاد میشه گیم پلنمون، مینویسیم برای هر کدومش چی کار میخوایم بکنیم و میگیم و مستاخاشو میاریم که آقا اگر که قراره که مثلا فلان کارو بکنیم دلیلش چیه. تو این چند تا صحنه مختلف میبینید که اینا از اون استفاده میکنن. اوکی خب بریم گیم پلن حمله رو ببینیم. ویدیو رو دارید دیگه، درسته؟ الان باید داشته باشید. خب گفتیم که کارهایی که تو حمله میخوایم انجام بدیم، اول از همه aggressive penetration، یعنی خیلی قوی و خیلی به قول معروف اگریسیو باید نفوذ کنیم. چرا؟ تو کلوزات تیم خیلی جمع دفاع میکنه و دفاع جمع باعث میشه که کلوزات بلند مجبورشن برن. اتفاقی که میفته چیه؟ بازیکن‌ها رو کلوزات راحت بیت میشن. میبینی؟ پس موقع دوباره نگاه کنید، دوباره رو کلوزات یه بونه گارد گذاشتیم
که اومده رو کلوزات حمله کرده. یه دونه سنت گذاشتیم که رو کلوزات حمله کرده. دیدین توی نش زون زمانی که نفوذ میشه توی نش زون نها کنید، این همون چیزی که گفتم بهتون، میاد تو. ببین به این کار میگن نشینگ. اتک میکنه میاد بالا. دیدین یعنی توی گفتیم اگریسیو پنتریشن بعد نفوذمون اگریسیو باشه. وانا رو ور داریم به اصطلاح. تو وانا موقعیت 1 به 1 حمله کنیم بهشون. توی پیک اند رولا ببخشید من دستم اومدم صداشو کم کنم زدم ویدیو رفقا. اوکی توی پیک اند رولا به نفر دوم اسکرین حمله کنیم. یعنی صرفا دنبال شوت زدن نباشیم. به نفر دوم اسکرین حمله کنیم. ما کنیم ما جمشیدی هج کرد یه ویر کرد و دوباره حمله کرد. بعدی حمله به علیه زون. یکی از کارهایی که خیلی خوب تیم آبادان انجام میده دفاع زون مخصوصا زمین خودش بوده. اولین چیز کویک مچا بسکت رو راه بندازیم، اصلا نذاریم دفاع زون شکل بگیره. دومی های پست رو فیت کنیم. نها کنید می‌بینید چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حدادی توی دفاعی که داره انجام میده برای اینکه زیر حلقه رو بتونه داشته باشه خیلی نمیتونه رو کلوزات بیاد بالا و اگه خیلی دور باشه بازیکن پستمون اینجا نها کنید، اگه بازیکن پستمون خیلی دور باشه از این نقطه‌ای که الان ارسلان کاظمی توپ گرفته ادوانتیج ایجاد نمیکنه، تشویق میکنه که شوت کنه، یعنی حدادی بیرون نمیاد. بنابراین باید یه قدم توی پینت باشه که بتونه حمله بکنه و نفرات بعدی هم آماده باشن برای بک دور کات و برای ریلوکیت. دوباره نگاه کنید توپو بدین داخل. موو د بال این. نگاه کنید تو موقعیت پستاب می‌بینی 4 تا بازیکن خط پایینند علیه 3 4 علیه 3 داریم پایین. صداشو قطع کنم که اذیتتون نکنه. موقعیت بعدی جیل د پست. نگاه کنید دوباره گفتیم موو د بال اینه می‌بینید دوباره می‌خوایم آقا بس بعد بریم تو هی نباید تشویق هی نباید شوت بزنیم، باید اتک کنیم به داخل و بازیکن وسط رو بیام اسکرین کنیم. کورنرها رو فیت کنیم. کورنرها خالی میشه کی؟ نگاه کنید الان این دفاعی که دارن انجام میدن وقتی شما دفاع 2-3 میزنید و 2 تا بازیکن بلند دارین ناخودآگاه یک سمت از اون دفاعتون در صورتی که 2 تا بازیکن بلند داشته باشین یک سمت از دفاع یه دونه بازیکن در واقع یه میس مچ دارید دیگه، بازیکن بلند داره منطقه بیرون دفاع میکنه. خب نگاه کنید زوبان چیکار میکنه؟ تو میده تو کورنر از سمت اون بازیکن پنجه حمله میکنه. میبینی نگاه کنید ادوانتیج رو درست میکنه. حالا اینجا کاری که درست انجام داده باکس رو نگاه کنید سبز کردم من که آقا اوکی اومد سمت ترابی توی کلوزات بهش حمله کرد. چه اتفاقی میفته؟ دفاع افتاده توی حمله افتاده تو موقعیت برتری. حالا ایراداش چیه؟ آقا این بازیکنی که اینجا داره انجام میده یه دونه سیرکل موومنت بیاد اینجا توپ رو گرفته. ایراد اول. این بازیکنه یه دونه وکتور کات داره توپ رو اینجا گرفته. ایراد دوم این دو تا بازیکن دیگه باید بچرخن خب کورنر و وینگ مخالف رو پر کنن. در واقع اون کاری که دوباره درست انجام دادم گذاشتیم ایراداش هم گذاشتیم که مثلا ما چیکار باید بکنیم که اتفاقا نیفته. فلیپ کردن اسکرین. نگاه کنید توی سایدا نشون دادیم که آقا اینجا میان ساید میدن اسکرین رو. بازیکن سنترم باید آماده باشه که زاویه اسکرین رو عوض کنه. یعنی الان اگه کمرش به سمت کورنر باشه باید بچرخه و موازی بیسلاین اسکرین بذاره. می‌بینی؟ بازیکن دیگه بعدی وقتی اتک میکنه این مجبوره بمونه، پس این باید آماده به بکتور باشه اگه لازم بود و اینم باید آماده باشه که فضا رو اگه این نفر حامد عددی موند پشت سرش حرکت کنه. می‌بینی نکاتش رو می‌نویسیم براشون که چه چیزی اتفاق باید بیفته، چی اتفاق افتاده و چی باید باشه. می‌بینی؟ بریم برای ریباندهای حمله. پس یکی از راهکارهای حمله دیدیم بچه‌ها داشتیم علیه زون حمله می‌کردیم ولی یکی از مهمترین قسمتاش این بود که آقا بریم ریباند حمله بگیریم. بریم ریباند حمله ازشون بگیریم، ترانزیشن ران کنیم، مثلا نذاریم دفاعش شکل بگیره. دیدین اولین و آخرین راهکاری که داشتیم اصلا خیلی ربطی به اینکه چه حمله‌ای بزنیم و چی کار بکنیم و اینا نداشت. اولین آخرین راهکاری که داشتیم این بود که آقا اصلا تو جریان بازی اصلا نذاریم دفاعش زونه شکل بگیره
مثلا نذاریم این اتفاق بیفته که در مثلا ریباند حمله رو بتونیم بگیریم، مثلا نذاریم دفاعش شکل بگیره و چجوری بعد از اینکه حالا اقدام کردیم دوباره برای خودمون برتری درست کنیم. یه کاری که انجام میدن فکر کنم فرین جان جلسه پیش بکنم شما پرسیده اگه اشتباه نکنم حمله علیه نکست بود. اوکی، تیمشون خیلی میاد پیک اند رولی که دفاع میکنن حالت نکست دفاع میکنن، میبینید رو توپه زمانی که میاد، چون بازیکنای سنترشون معمولا دراپ دفاع میکنن برای اینکه شوت اینجا رو ببندن نکست دفاع میکنن. اتفاقی که میفته چیه؟ حالا چجوری باید به این حمله کنی؟ نکنین اینجا رو ببینید، اینجا زمانی که اتفاق افتاد یکی از راهکاران اینه، خط اول اون بازیکنی که نکست دیفندره در واقع. ببینید یه بار دیگه الان اینجا پیک اند رول داره بازی میشه، توی موقعیت پیک اند رول فرید اصلانی و حامد حدادی دارن دفاع میکنن. اوکی، حامد حدادی قراره که دراپ وایسه و بالا نیاد، شو نکنه، پس شوت پریپتو کی باید ببنده؟ احسان دلیرزا. خب حالا زمانی که بخواد این اتفاق بیفته، این یک ایرادی الان این دفاع داره که بازیکن حمله باید حواسش بهش باشه. چیه؟ اینکه زمانی که دفاع نکست پیش میاد نگاه کنید، الان احسان اومده خط پاس مستقیم رو بسته که نذاره این پاس در بیاد. حالا کاری که باید انجام بشه چیه؟ این گپه وجود داره. اوکی، این بازیکن اگر کات کنه به داخل تو این گپه استفاده میکنه. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که این نفر باید تصمیم بگیره که کاتر رو دفاع بکنه یا یار خودش. اگر کاتر رو دفاع بکنه اینجا شوت میخوره. اگر کاتر رو دفاع نکنه، اتفاقی که تو ویدیوهای بازی با عریاضیشون براتون گذاشتم میبینید اون اتفاق میفته. پس راهکار دادیم، نوع دفاعی که میکنن نوشتیم و راهکار گذاشتیم براش. دوباره زون دارن دفاع میکنن دیگه، ناخودآگاه دفاع زون نکسته. دوباره رو نکست حمله نگاه کنین، نفر کورنر کات کرده این بار. اوکی، نفر بالا. پس یکی از راههای حمله علیه دفاع نکست میتونه چی باشه؟ اینکه بازیکن‌های توی وینگ یکیشون کات کنه، یکیشون ریلوکیت کنه. اینجا الان اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که سجاد مشایخی اومد کات کرد. اتفاق بعدی چی بود؟ پریپتی باید ریلوکیت میکرد، میومد کورنر رو پر میکرد که موقعیت 2-1 بسازه برای امیر صدیقی. نکرد این کار، این اتفاق نیفتاد و اینجا بازیکنم خالی نشد. یه دونه نکس سویچ کردن و توپ رو برداشتن. اوکی، حالا یه نکته داریم بچه‌ها بهش میگن استمپد پوینت یا میتینگ پوینت. کجاست؟ جایی که این بازیکن میبینه این تیکر رو بهش میگن استمپد. من یه ویدیوی دیگه هم دارم براتون میذارم، البته هنوز چیزش نکردم ولی براتون منم بعدین پلی میکنم. بهش میگن استمپد. یعنی چی؟ یعنی این بازیکن وقتی توپ میگیره، فرض رو بذاریم به اینکه آقا اینجا زمانی که از پیک اومدیم بیرون این بازیکن پاس میگیره. اوکی، این بازیکن که پاس میگیره چیکار میکنه؟ میاد توی نقطه‌ای که این دوتا بازیکن به هم دیگه در صورت جمع شدن میرسن که میشه اینجا، به اون نقطه حمله میکنه. در واقع تو گپ بین دوتا بازیکن حمله میکنه. ما بهش میگیم استمپ میکنه احیانا، اصطلاحاً استمپ میکنه تو اون نقطه. دوباره نگاه کنید، یه بار دیگه ببینیم اینو. من ویدیو دیگه چون ازش دارم روی این خیلی فورس نمیکنه. نگاه کنید، پاسو میگیره، رو کلوزات حمله میکنه. میبینی دفاع تو روتیشنه، رو کلوزات حمله میکنه، میاد بالا. پلن بعدی حمله، اتک به پیک اند رولا. خب اولین چیز تا جای ممکن سعی کنیم تو وان من سایت حمله کنیم. یعنی چی؟ یعنی این موقعیت، یعنی زمانی که ما به توپ داریم حمله میکنیم، اوکی، زمانی که داریم حمله میکنیم، جایی که داریم حمله میکنیم وان من سایت باشه. ببینید یک نفر اینجا قاعدتا وقتی فرض کنیم اگه تا پیک اند رول حمله کنی و تیم اسپرد حمله کنیم، یادتون اسپرد پیک اند رول گفتیم، اسپرد پیک اند رولیه که 4 تا بازیکن پیرامونی هستن، یک سمت ما یک نفر داریم تو یک قسمت زمین، تو یک قسمت زمین 2 نفر داریم و بازیکن‌ها حمله میکنند به موقعیت پیک اند رول. در واقع هیچ بازیکنی، یه دونه بازیکن تو نداریم یکی دیگه بالا پیک بذاره. 4 اوت 1 این داریم بازی میکنیم. اون بازیکن این سایدمون میاد پیک میذاره، بهش میگفتیم اسپرد پیک اند رول. همین موقعیتی که هم اتفاق افتاده. خب حالا به کدوم سمت؟ الان یک سمت زمین احسان دریرزهان هست
و نوید خواجه زادم داره حرکت میکنه که بره تو اون سمت زمین. پس این سمت میشه سمت 2 نفر. درسته که الان در حال حاضر اینجا وایساده ها، ولی با حرکتی که داره انجام میده نمیتونه نوید خواجه زاده یارشو ول کنه که پاس میگیره، پس دنبالش بره. پس یک سمت یک نفر میشه جایی که الان حسن زاده وایساده و تو قسمت ضعیفه توی هلپ ساید. اوکی. پس قانون مهم ما میتونه چی باشه؟ اینکه آقا به سمت یک نفر حمله کنی. دلیلش چیه؟ تگ پایین و تگ بالا رو انجام نمیدن. نگاه کنید این دلیلش. این بازیکن این تیم آبادان اینجا تگو درست انجام نمیداد و اتفاقی که میافتاد چی بود؟ ساپورت میکرد. اتفاقی که میافتاد چی بود؟ ادوانتج میداد برای اینکه رولر ما اینجا توپ بگیره. این دلیلش بود. 1 2 اگر نفوذ انجام میشد، نگاه کنید تو این حمله ها، ما این حمله رو خودمون یه چیز شبیه این داشتیم. نفوذ انجام میشد به سمت کی بود؟ به سمت بازیکنی که 4 و اگه 4 میخواست جمع بشه، ما اینجا شوترمون که پست 4 ما بود، شوترمون یه فضای خیلی خوب داشت برای اینکه اقدام بکنه. نکته بعدی، وقتی دارن دراپ دفاع میکنن گفتیم چی؟ 45 هولد هزی. 3 تا راهکار دادیم. 1 زاویه بازیکن ناکنین اینجا که داره انجام میشه، ببینید یه هولد کنیم به خاطر اینکه کلوزات. بزنین یه بار همه رو کامل ویدیو رو ببینیم بعد بشیم. دوباره ناکنین ویدیو رو. زاویه اسکرین 45 درجه است. ببینید فلت اسکرین نذاشته، اینجوری اسکرین نذاشته. چرا؟ چون این بازیکن سعی میکنه آندر بره. وقتی سعی میکنه آندر بره، اگر شما زاویه اسکرینتون اینجوری باشه 45 درجه باشه و کمر بازیکن به سمت کورنر باشه، این دیگه نمیتونه آندر بره. اگر بخواد آندر بره اصلا جریان دفاع میاد بیرون. پس چون دفاع رو توپ بالا فشار میاره و فاصله خیلی زیادی بین نفرات بعدی دفاع وایساده، گفتیم اسکرینرها همیشه دراپ وای میسه دفاعشون. پس زاویه اسکرین 45 درجه باشه، اسکرین هولد بشه. اوکی، هولد بشه اسکرین. همین کاری که اینجا اتفاق افتاده، یعنی بازیکن رو لزوم نداره رول کنه، چون رول کمکی به ما نمیکنه. اسکرین رو هولد کنیم که قشنگ این بازیکن موقعیتش بشه سویچ، خب، و ادوانتج درست بشه. و اینجا نگاه کنید کاری که الان جمشیدی کرد، یه لحظه مکس کرد. حالا یه ویدیو دیگه تو این بازیه داشت، خب، که من اینجا چون شوتر رو میزد و این کارو چون جی هم انجام میداد من اونو گذاشتم. یه هزی میکرد از بغل حدادی رد میشد میرفت میذاش بالا. دیدین ارسلان توی موقعیت این کارو میکرد. پس راهکارمون چیه؟ 1 زاویه پیک بشه 45 درجه، اسکرین رو هولد کنه و بازیکن بعدی آماده هزی کردن باشه. چرا؟ چون دارن آندر دفاع میکنن. یه راهکار دیگه علیه حمله علیه آندر چیه؟ کت و ماوس. ناکنید میاد آندر میکنه، دوباره برمیگرده. ناکنید جمشیدی نشون داد ساب کرد آندرشو بره. اینجا ناکنید ساب میکنه آندرشو بره بلافاصله، که این کار که بازیکن پشت پیک با مدافع بازی میکنه و اسکرینر هم زاویه رو هی فلیپ میکنه و عوض میکنه، بهش میگن کت ماوس، موشو گربه دیگه. خب ناکنید رفت بالا. معمولا این موقعیت بازی رو، حالا میام یه راهکار دفاعی اونا رو نشون میدیم. معمولا تو این موقعیت بازی تیم آبادان زمانی که شما سعی می‌کردید به سمت وان من ساید حمله کنید، ناکنید دوباره وان من ساید 4، به دلیل همون چیزایی که گفتم الان، به دلیل اینکه رولر دفاع اسکرینر دراپ وای میسه، رولر رو خوب دفاع نمیکنن و اینجا اگر این بازیکن مجبور شه بیاد و تگ بکنه، کلوزات بلند داریم و باید به 4 حمله بکنه، معمولا تو این موقعیت چیکار میکنن؟ یک سمت اسکرین رو آندر میرن و اجازه میدن شما ری اسکرین بذارید. یعنی الان اینجا نوید خایزاده یه بار آندر میره و اجازه میده تو ری اسکرین شما برید سمت 2 نفر که نکست دفاع کنن دیگه. یادتونه دیگه گفتیم تمایلشون به اینه که پیک اند رول ها رو به دلیل اینکه بازیکناشون آندر وای میسن، دراپ وای میسن، نکست دفاع کنن. الان به عمد یک سمتو نوید آندر رفت. خب نوید آندر رفت، زاویه اسکرین هم ناکنی لحظه که در پیک میاد بیرون، زاویه اسکرین رو ببینی آندر رفت، دوباره جمشیدی رو مجبور کرد بره سمت 2 نفر. این تاکتیک دفاعی و استراتژی دفاعیشون بوده. پس بهتره که شما زمانی که میخواین این کار انجام بدین، اون چیزایی که گفتیم به علیه دفاع آندر رعایت بشه. نکته بعدی، سر خوردن پست. مثلا اسکرین رو ست نمیکنه. میبینید دوباره سمت 2 نفر
سنترمون سریع سر بخوره، مخصوصا وقتی بازیکن شوتره، سنتر یه ذره میاد بالاتر. بازی خود ما دقیقاً اتفاق افتاد. ساجستشن بعدی که میدیم چیه؟ ناکنه گفتیم آقا حمله دو یا حمله موشن خودمون رو ران کنید، خب، و بازیکن‌های سنترشون رو بذاریم تو موقعیت نکست قرار بگیرن. اینجا رو ناکنید. چرا گفتیم حمله دو حمله 4؟ چون حمله 2 و حمله 4 تیم ما این موقعیت رو به ما میداد که خط اول دفاع اسکرین، اوکی، خط اول دفاع اسکرین، بعد از اسکرین خط اول دفاع نکستمون بازیکن پست باشه، نه بازیکن گارد. چه اتفاقی میفته نگاه کنی الان؟ این کسی که باید نکست دفاع کنه بازیکن بلنده. پس ما با ران کردن موشنمون و با ران کردن حمله دومون این اتفاق میافتاد، 4 میومد اینجا دفاع میکرد. نکته بعدی چی بود؟ نمیتونست دفاع کنه، گاردمون راحت بازی میکرد. دیدین؟ خب این دوتا ویدیو رو دیدین، کسی راجع به اینا سوالی نداره؟ لطفاً یک فیدبکی بدیم. اگر چیزی براتون گنگ بود یا مثلا توضیح دوباره میخواست یا توضیح بیشتر میخواست، هیچی؟ یه لحظه یک ویدیویی رو میخوام باز کنم چون اون جلسه قول داده بودم که نشون بدم. لحظه فقط باید صبر کنید این من یه آی مووی بیاد بالا چون یه ویدیو رو الان خروجی نگرفتم. که خب بارم که الان بچه صفحه آی مووی منو دارین شما؟ من فقط اوکی. خب ببینید این برنامه اینستات اون یکی از برنامه‌های مثل سینرژی، مثل هادل که ویدیوها رو به شما اینجوری جدا شده میده. این کاری که میکنن اما استمپی که بهتون گفتم. ببینید اینجا نگاه کنید. فرنی شما بودی جلسه پیش سوال کردی از من، درسته؟ اگه اشتباه نکنم راجع به نکست یا نه چیز بود، مجید مشکات بود امیدوارم باشه، الان نمیدونم هست یا نه. امیدوارم که باشه. سلام آقا سینا. بله من سلام، خوبی؟ آره تو سوال کردی آن راجع به نکست. بله اوکی آره. سپاسگزارم. ببین قربون خواهش میکنم. ببین بچه‌ها این چند تا ویدیو 4 تا ویدیو تو هنوز یه دونه مطلب دارم درست میکنم در این زمینه، هنوز تمامش نکردم که بذارم، ولی این 4 تا ویدیو رو میتونید ببینید راجع به اینکه چجوری به نکست حمله میکنه. ببین اینجا پیک اند رول که میاد بالا، الان خیلی این تو بسکتبال ما هم محبوب شده این مسئله. البته خیلی من موافقش نیستم به خاطر اینکه از نظر فیزیکی بازیکن ما نمیخورن، یعنی به دفاع نکست خیلی بازیکن نداریم که توانایی های اینی که نکست دفاع بکنن داشته باشن. ولی حالا خب چون خیلی بهروز که میشه گفت خیلی جدیده در واقع، بهروز که نیست، چند ساله داره استفاده میشه همه جا، ولی تو بسکتبال ما خیلی جدیده. این کاری که الان اینجا میشه چیه؟ ناکن تو پیک اند رول این بازیکن میاد کامل جمع میشه و اینجا رو میبنده، میبینی شوتو میبنده، دو تای بعدی من روتیت میکنم، میبینی میگن استمپ، یعنی این نفر کات میکنه تو گپ اینجا، اینو میگیره سمت خودش، اوکی، اینو میگیره سمت خودش، من موقعیت 2-1 درست میکنه. میبینید دو تا شوته علیه یه نفر موندن. اگر هم کسی هلپ نده مثل الان پاس میگیره. دوباره نگاه کنید. امیر حسین اینجوری الان من فول اسکرینم، الان زوم نیست بر شما؟ آسینا برای ما هیچی نشون نمیده، یعنی شما هر چی گفتیم واسه متوجه. خب بذارید من فقط عکس یه لحظه صبر کنید. بذارید صبر کنید من در خروجی بگم، یه دقیقه طول میکشه. من فکر می‌کنم تو محیط چیز نشون میده، محیط آی مووی نشون میده بهتون الان. پس هیچی نیست، فقط فضای آی مووی اینا رو داریم می‌بینین. آره
آقا سینا الان خسته نباشین. قربونت برم. مرسی جان. میگم اینو که الان پلی کنید فکر کنم نشون میده الان این بزرگ تقریبا این سمت راست بالا. اینو بله سمت راست سمت بالا. آره نه خروجی گرفتم من برسه نمیخواد الان آی موو میبندم خب براتون مرسی. ویدیو حل پلی میکنم. آره اینجوری مرسی راحت‌تر. خب الان میبینید دیگه ویدیو کامل واضحه. الان فول اسکرینم کردم. بچا داریم ویدیو رو یه چیز به من میدین؟ بله آقا سینا خوبه عالیه. ببینید این کاری که انجام میدن گفتیم اینجا پیک اند رول رو بازی میشه. این دو نفر توی پیک اند رولن. نکست دیفندر میشه این چی کار میکنه؟ این میاد خطو میبنده. چرا؟ چون این نفر با رولر باید حرکت کنه یا پایین وایساده. این نفر توانایی دفاع روی توپ رو نداره. بنابراین این بازیکن با خودش حرکت میکنه. نکست دیفندر که اینه جمع‌تر وای میسته که شوت اینو ببنده و اگر لازم بود این دوتا با هم دیگه سویچ کنن. یعنی کسی که تو پیکن رو گیر کرده و نکست دیفندر با هم سویچ کنن. حالا راه حمله چیه؟ این بازیکن بهش میگیم استمپ. این بازیکن کات میکنه یا توپ میگیره اتک میکنه تو این گپ. هدف از استمپ این گپ هست بین این دوتا. تو این گپ حمله میکنه. اگر این بمونه روش اینجا ما موقعیت 2-1 داریم. میبینی؟ اگر نمونه روش مثل کاری که الان انجام میده خب و توپ میگیره ناکنی اینجا نکست دیفندر کیه؟ این. میبینید؟ حتما لازم نیست راب باشه. این الان وان استپ شو کرد. دیدین شماره 9 وان استپ شو میکنه ولی نمیتونه دفاع روی پیکش نمیتونه اگریسیو باشه یا نمیخوان که اگریسیو باشه به هر دلیلی. پس نکست دیفندر شماره 0 میمونه استمپد ناکنین کات میکنه توپ میگیره نفوذ میکنه ادوانتج درست میشه. دوباره ببینید اینجا اصلا زیادم نمیمونه. میبینی در حد یه استانته. یه استانت میکنه برمیگرده ولی این کاتی که انجام میشه میبینی فشار رو روی توپ ور میداره. بلافاصله بازی میره تو فاز بعدی. دوباره نگاه کنی دیدی کلا دفاع افتاد تو روتیشن. مثلا تموم شد دفاع. با اینکه دو دفعه توپ استاپ شد. یه بار دیگه نگاه کنی اینجا یه بار قبلشون گل رو خوردن دیگه. شماره 0 چشش ترسیده تو این صحنه قبلی که کات کرد و ادوانتج نگاه کن اینجا 0 یه بار اگریسیو رفته چشش ترسیده اوپن شات خوردن. خب اینجا چیکار میکنه؟ استانت میکنه. یه استانت میکنه میره. ولی این کاتی که این انجام میده و جابجایی که انجام میشه تئودوسیچ میاد اینجا بالا نگاه کنی کل دفاع رو دیگه میریزه به هم. یعنی همش تو روتیشنه دیگه هیچ کی نمیتونه وایسه. میبینی؟ و آخرین ویدیو توی ببخشید یه لحظه من صحنه نکستم رو گم کردم. اینجا نگاه کنی اینجا که پاس میاد میبینی اینجا که میخوام بازی رو انجام بدن این میاد توی نکست. یعنی آماده است که نکست بکنه. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که توی هلپ ساید بازیکن‌های بعدی میان چیکار میکنن؟ میان اسکرین میدن به هم دیگه. یعنی با هلپ ساید اکشن یا فلر اکشن نگاه کنی کامل میان فلر میکنن دیگه میافتن تو سویچ و میافتن تو میس مچ و جابجایی بعدیش. ببین یکی اونجا بعدی کجاه؟ اینجا. این بازیکن میاد تو گپ این دو نفر. گپ دو نفر کجا بوده؟ اگزییت میکنه میاد بیرون. ببینید این پشت وایساده به محض اینکه میبینه که مدافع ها آماده نکستن میبینی یعنی صرفا نباید از اینجا کات بکنیم میتونه اینوری کات بکنه. به محض اینکه میبینه مدافع ها نکستن میاد بالا فضا رو خالی میکنه خودش توپ میگیره برای اوپن شات.
اوکی، پس هر جا که شما از در واقع کناره ها، از ساید یا از نکست دیفندر میان برای اینکه شما رو تحت فشار قرار بدن، یکی از راهکارها میتونه چی باشه؟ میتونه این کات کردن و ریلوکیت کردن باشه که تو ویدیو نشون دادیم. خب بریم سراغ قسمت آخر. یه لحظه به من اجازه بدید که من بعدی رو پلی کنم. خب یه فرمت دیگه میخوام بهتون ویدیو نشون بدم راجع به گیم پلن و کاری که میکنیم. ببینید این گیم پلن آخرین سری بازی‌های ماه، در واقع آخرین قسمت بازی که داشتیم. راهکاراشو نگاه کنید. میخوام بهتون بگم که صرفا میتونه اصلا موردهای خیلی خیلی خاص باشه. اولیش چیه؟ گفتیم آقا یه کاری که گورگان خیلی خوب انجام میده، فشار میاره مخصوصا رو بازیکن‌های پست. اولیش چیه؟ تیک آف. این که با یه بازیکن اگریسیو توی وان حمله بکنه بهش میگن تیک آف. خب نگاه کنیم. اینو نشون میدیم که اریازی چجوری این کارو کرده. ببین هر جا به بازیکن‌های پست حمله کردن 20 سانتیمتر فضا درست کردن. نگاه کن اینجا چهارشون توپ میگیره، میخواد بیاد هنداف کنه، میبینی فشار روی توپو، دفاع بیش از حد پرفشار رو رد میشه اصلا. بكل ثانيه يبقى عنده 30 3 میبینی؟ بوينت. پس این میتونه اصلا یه راهکار باشه. مثلا شما تو گیم پلنت میتونید چیزا باشه که آقا ما اولین کاری که باید بکنیم فشار رو باید بشکنیم. چجوری باید فشار رو بشکنیم؟ اولین چیزی که آقا سنترال هر موقع توپ گرفتن حمله کنن، اصلا منتظر نمونن. بكل ثانيه يبقى عنده 30 بعد ونتج دومی چیه؟ آقا سنترال بیان کمک کنن به بازی سازی با هنداف. خب حالا مثلا یکی از چیزایی که خیلی خوب انجام میده دوباره گورگان اینه وقتی پاس میره برای هنداف خیلی خوب توپ فشار میاره، شما رو مجبور میکنه پست 4 و 5 توپ بگیرن. وقتی 4 و 5 توپ میگرفتن در واقع سعی میکرد ارتباط بین بازیکن 4 و 5 و بازیکن کوتاه قطع کنه. بنابراین اینجا نوع هنداف کردن و نوع کاری که بازیکن‌ها انجام میدن مهم بود. اینجا ناکن ترو میکنه، چیس میکنه، لذلك ما لازم تتركه وائل ما بينترك. می‌بینی؟ پس خیلی مهمه. یک، برای شکستن دفاع این تیم نقش بازیکن‌های پست خیلی خیلی مهم بوده و نوع کاری که انجام میدن. دو تا سه تا مدل از چیزی که مد نظر مربی نشون میدی بهش. بعد نوع بعدی بعد اون چیکار میکردن؟ لاک داون دفاع میکردن. اوکی میبینید خیلی جمع دارن دفاع میکنن، اکثرا همه تو اوپن دیناین، کسی کلوز دینای نمیکنه. میبینید چه سمت توپ چه مخالف توپ همه جمع وایسادن. پس حالا میایم ما باید به لاک داون حمله کنیم دیگه. چجوری به لاک داون حمله کنیم؟ پن و کیک، نفوذ و پاس نشون میدیم بهشون که آقا چجوری اومدن با نفوذ و پاس پاس دادن. این پاس اتک به کلوزا، دوباره کات رفته تو پاس اتک به کلوزات. میبینی دیگه تو روتیشن دفاعی اجازه ندادن دفاع برگرده. طريقه رائعه. بعدی کات ترو. دیدین الان یه دونه سنگربتر من گذاشتم، همین استمپی که الان انجام دادیم. آقا کات کنن بازیکن‌ها، مخصوصا بازیکنایی که توی یارشون تو اوورهلپ. کیا یارشون تو اوورهلپ؟ بازیکنای پست. می‌بینی این فضا این پشت خالیه خالی. آقا هر جا دیدی فضا خالیه کات کن بازی. جو نفوذ انجام میشه. ببین تو پیک اند رول بعدی اینجا رو ببینید کی یارش تو اوورهلپ؟ یار 17. ببخشید معذرت میخوام، یار 24. یار 24 تو اوورهلپ وایساده. اینم حواسش نیست دیگه. می‌بینی همه سراشون چرخیده. هر سه نفر اینجا یارشون میتونه کات کنه بره تو برای پاس دادن. نگاه کن چی میشه، یار سه کات میکنه. ببینی معمولا بچا دفاعایی که لاک داون دفاع میکنن توی هلپس دفاعی ضعیفی میشه، یعنی حواسشون انقدر به توپه. دلیل اینکه لاک داون دفاع میکنن اینه که خیلی تمرکزشون رو توپه و خب ناخودآگاه این موقعیت پیش میاد دیگه. اینجوری خالی میشن و کات میکنن و کات میخورن و کلوزاتای بلند باید دارن اتفاق میفته. خب توی پیک اند رول نکست دفاع میکردن دیگه. ببینید چیکار میکنه بچا. به این کار، به این هزیتیشتی که اینجا انجام میده بالاراکچی نکنی، به این هزیتیت میگن تگ ریموور. یک سری فعالیت و یک سری اکشن ما داریم. ببین اینا تگن دیگه، اینا بازیکنایی که تگ میکنن. حالا استانت و تگ،
هر چی میتونید اسمشو بذارین. اینا بازیکنایی که وظیفه دارن کمک بدن. اوکی، وظیفه دارن به بازیکن روی توپ به این اکشنی که داره اتفاق میفته کمک بدن. خب یک سری فعالیت هست که این بازیکن‌ها رو از جریان این کار خارج میکنه. یکیش هزیتری ریمووره. ببین چیکار میکنه. اپی که میاد بیرون بلافاصله حمله نمیکنه با اینکه جلوش خالیه. یه لحظه مکس میکنه، این دفاع رو دو به شک میکنه که آقا این الان پاس میده یا میخواد بره. این دفاع رو هم استاپ میکنه. یا اون تغییر سرعت ریتم دفاع تیم گرگان رو توی تگا میریزه به هم. تو اون موقعیتی که این داره برمیگرده روی یار خودش، ناگهان یه لحظه تو این گپه حمله میکنه و یه کات هم اینجا دیگه. ببین اصلا کلا بازی ریخت به هم. دفاع مثل آب خوردن باش. دیدین یه بار دیگه سریشو نگاه کنی، منظورم بفهم اون توقفه رو، اون مکس رو در یه مکس میکنه، حالا بعد حمله میکنه. این یه مهارت خیلی مهمه بخصوصا به گاردا زمانی که میخوان تو پیک ان رول بازی بکنن. یه مهارت خیلی مهمه که گاردا بلد باشن، یعنی هزیتیتر رو بلد باشن. دوباره ببینید باز این کار یه مکس میکنه، ناکن دفاع که میره، دفاع داره ریکاور میکنه، اون لحظه که دفاع ریکاور میکنه حمله میکنه. میبینی یعنی همه یه تیم فکر میکنن که خب آقا این بازیکن الان وایساده میخواد پاس بده. ناکن دوباره اون مکسه، ببین مکس دفاع رو پاک میکنه. بعدیش حمله به پیک ان رول. ناکن چجوری به پیک ان رول حمله کردن. چرا 29 و 33 میتونن تارگت پیک ان رول روش. ما میتونیم یک سری اکشن انجام بدیم که 29 و 33 بزنن پیک ان رول، سوئیچ کنن، یه هنداف کنیم این دو تا سوئیچ کنن. میخوایم بازیکن حمله کنه دیگه، فرض کنید نوید رضایفر اینجا داره دفاع میکنه دیگه، داره اینو دفاع میکنه، ویلچری داره اینو دفاع میکنه، ولی هدف ما چیه که آقا این نفر بیاد حمله کنه به پیک ان رول. یه هنداف مثلا میتونیم بازی کنیم که اینا با هم دیگه سوئیچ کنن بعد پیک ان رول بازی کنیم. پس تارگت پیک ان رولمون آقا مشخص میکنیم تو گیم پلن. حتی آقا تارگت پیک ان رولمون کیه. ما میخوایم به دانستون بود اگه اشتباه نکنم اسم، ببخشید استون، میخوایم به استون حمله کنیم. دایموند استون میخوایم بهش حمله کنیم. نکنید برنامه اینه که آقا به نفر دوم اسکینر حمله کنیم، دفاعشو میذارن بندازیم پیک. این دو نفر نکنید چجوری دارن این کارو میکنن. میبینید تو دو تا حمله سه تا حمله متفاوت میبینید آقا اصلا تو موقعیت‌های مختلف ریاضی میاد پیک ان رولی بازی میکنه که توش به ویلچری و استون حمله کنه. دیدین 71 48 دو تو پیک ان رول آقا اگریسیو به سمت پینت حمله میکنه. خیلی دنبال شوت زدن این کارا نیستن، میرن میکشن خودشون تو پینت. 25 نقطة وائل بيرسل عن كيزي عند وائل عينه على چون آقا خیلی خوشحال شد یه بار دیگه اینو ببینید. بلا فاصله تو پیک اصلا ریجکت میکنه، میندازه دفاع رو تو روتیشن، چون میدونه آقا این گیر میکنه تو پیک ان رول. 25 نقطة میندازه تو روتیشن، دفاع افتاد تو روتیشن، تمومه دیگه. توپ برسه عينه على فكرة هذا الجيل اوکی. بازیخونی علیه هارتج. مميز من چرا؟ ايراني مش اینجا ناکنی خیلی هارتج بازی میکنن دیگه. گفتیم رو توپ خیلی فشار میارن. زمانی که هارتج انجام میشه ببینید ریاضی چجوری حمله میکنه. ببین این نفر نمیذاره که ارسلان تو مسیر برگشت قرار بگیره، میدونه که قراره اینجا وقتی اسکرین ست میشه این پاپ کنه و از این فضای استفاده کنه. برای اینکه نذاره این زود ریکاور بکنه چیکار میکنه؟ میره تو شکم نفر بعدی و مجبورش میکنه که توی دفاع انگیج بمونه، درگیر دفاع بمونه و بعد میدونه میچرخه پاسش رد کنه 2-1 ایران بالا. وهذا المصيب اللي يريحه انت عم بتلف الكره من سايد ریجکت. میبینی بچه اینا خیلی چیزای ساده ایه ها، ولی تو همینو دو امتیاز جمع میکنن تیم‌ها. آقا زمانی که میخوام پیکو بازی کنه شما مخالف زاویه پیک ریجکت کنید. نکن به محض اینکه بازیکن فهمید که آقا این سمت اسکرین داره از بالا میاد و رو دست راستش داره ست میشه، شما رو چپ ریجکت کنید. دیدی چجوری با یه دونه شیفت نکنین کلا دفاع ریخت به هم. ببین اومد این بر دانستون میگم دانستون، من چه میگم دانستون، استون اومد این و سمت مقابل این گپه رو دیدن و ریجکت کرد رو اول. جوناثان سيلنز يتلاعب الرياضي بتلاعب وبيسجل قلت لكم براحت. نکته بعدی بازی مهراب تو هارتج مگه دفاعشون لاک داون نبود؟ مگه جمع وای نمیستادن؟
خب چیکار میکنیم آقا؟ هر دو سمت تراینگل پس درست کنیم، نه فقط یه سمت. ببین اینجا این اومده هارتج کرده، این بازیکن این گپ این وسط رو میبینی؟ این بازیکن اگه رول کنه پایین، این نفر بیاد بالا و این نفرم بیاد بالا، دو سمت ما میتونیم پاس مثلثی درست کنیم. یا پاس برسه به سجاد پذیرفته، پاس برسه به رولر، یا پاس برسه به پیتر اگه اشتباه نکنم پاس برسه به رولر. پس درست کردن مثلث توی دفاع هارتج مهمه. باید نشون بدیم. یه نکته بعد تو همین پیک اند رول که داریم حمله می‌کنیم آقا، عادتاشون رو نشون میدیم. اینا خیلی روی فیک پاس میپرن. بنابراین گاردون باید حواسش باشه وقتی میاد تو پیک میپرن بالا، بازیکن اسکرینه همه تلاش رو میکنه که پاس از بالا سر نره. خب خیلی راحت فیک بده، از زیر پاس بده. میدونی؟ پس میبینید توی یک گیم پلن حمله همه قسمت‌های بازی درگیره. تمام چیزایی که ما میتونیم ازش امتیاز بگیریم و تیم‌های دیگه ازش امتیاز گرفتن. تو همون گیم پلن پرسونال اضافه کردیم. مهمترین مهره دفاعی تو بازیکن‌های پست تیم گرگان ارسلان کاظمیه. نوع دفاعی که میکنه، نوع کاری که انجام میده اذیت میکنه. خب حالا ولی ما چجوری میتونیم بهش حمله بکنیم؟ چون داره دائما هلپ میده. یه صحنه دیگه، دو تا صحنه دیگه الان دیدید که دائما داره کمک میکنه به موقعیت پیک اند رول. چرا؟ چون میدونه که آقا این ستون توی پیک اند رول خوب نیست، پس یکی باید کمکش کنه. چون داره تو پیک اند رول دائما حمله میکنه، وظیفه یارش چیه آقا؟ هر جا توپ گرفتی اصلا نذاری کاور کنه، اتک کن بهش. نگاه کن خطا گرفت. میبینی دائما تو اوور هلپه. ببین الان پیک اند رول اینجا بازی شده بین کیه؟ جمشیدی و هولمن. یارش کیه؟ یار ارسلان علیرضا شریفیه دیگه، چون از اونو ول کرده رفته کمک اون اکشنه. چرا؟ چون میدونه اینا راحت بیت میشن جفتشون تو موقعیت پیک اند رول. یارش چیکار میکنه؟ کات میکنه میره. پس کی ما میتونیم تأثیر دفاعی این آدم رو کم کنیم؟ زمانی که اجازه ندیم تمرکز کنه به کمک کردن تو موقعیت‌های دفاعی. با چی؟ با همین کات کردنه، با همین گل زدنی که یارش گل میزنه. می‌بینی؟ سویچ شده، میسمچ شده. ببینید اتک کنیم بهش وان. یعنی وقتی میسمچ میشه آقا به ارسلان با ارسلان تیک آف کنیم. کارهایی که انجام میده تو دفاع نگاه کنید. تو مساید پیک اند رول گفتیم بهتون دیگه، گفتیم آقا اینا سعی میکنن پیک اند رول رو تو مساید. نگاه کن چیکار کرد تو مساید. اینجا رو ببینید کاری که ارسلان میکنه رو نگاه کنید. زمانی که تو مساید پیک اند رول میشه، صرف نظر از اینکه کی بالای کی پایینه، خودش رو تو موقعیتی قرار نمیده که توی نکست بیاد خط اول یا نکست دیفندر باشه. اصلا کاری نداره به اینکه چی میشه، اعلام میکنه. میبینی اینجا به نوید رضایفر اعلام میکنه تو بمون بالا. ببین پس هر جا که داره نکست بازی میشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که ارسلان همیشه تو مساید اینا پایین دفاع میکنه و یه گارد میذاره بالا دفاع کنه. پس ما نمیتونیم یک وقت کاری بکنیم که ارسلان بیاد بالا دفاع بکنه، چون خودش میدونه همیشه جوری برنامه‌ریزی میکنه که تو دفاع بالا نیفته. حالا اتفاق بعدی چیه؟ استمپ. باز دوباره آماده باشین که وقتی داره رو توپ دفاع میکنه هارتیج میکنه. ببینی چه فشاری دارن میارن دیگه. نگاه کنی قبل از اینکه هنداف اتفاق بیفته، اینجا رو ببینی قبل از اینکه هنداف اتفاق بیفته آماده است. ببین چجوری میاد صورت پیتر نمیذاره برگرده. خب اینجا کاری که میتونه اتفاق بیفته چیه؟ آقا اصلا این بازیکن وان اون وانشو در آورده. یادتونه بازی با داشتیم بازی حمله رو نگاه می‌کردیم سر تیم آبادان، گفتم بهتون یادتونه حامد عددی جایی که دینایش می‌کرد نمیشه تو بگیره چیکار می‌کرد؟ مگه دینای نمی‌کنه اینجا سینا وایدی؟ یار خودش رو اسکرین می‌کرد دیگه. یعنی اینجا خیلی راحت پیتر اگه بازی خونی می‌کرد یه اسکرین به یار خودش میداد و سجاد پذیرفته رو مینداخت رو نفوذ، رو راست سجاد پذیرفته تمام نفوذ دانکه. این کارو نمی‌کنه، اصرار می‌کنه به توپ گرفتن به جای اینکه بازی خونی بکنه. سوئیچ میشه. نگاه کنی اصلا کلا موقعیت حمله می‌ذاره. دیدین تموم شد اصلا حمله. باز دوباره یه صحنه رو دوباره اینجا نگاه کنید. دوباره بعد از این موقعیت که سویچ شده ببینید باز دوباره خودش رو میرسونه به پاس بعدی. پس اینا بچه‌ها مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به بازیکن‌ها این
پیش بینیه رو شما جلو دارین اعلام میکنید و اونام آمادگیشو دارن که این کار رو آمادهش باشن. حالا اکشن هایی که ما میخوایم گیم پلن حملهمونه دیگه، چه حمله هایی میتونه به ما کمک بکنه، چه اکشن هایی به ما کمک میکنه، اینا اضافهش میکنه. پس بریک الموسيقار اخذها الشبك راح يولع والباسكت بول مع الرياضي چجوری باید بهشون حمله بکنیم؟ آقا اولیش راند پس بریک. دومی حمله دو سایدمون رو رام بکنیم. حمله دو ساید ما یک همچین موقعیتی رو میداد به ما. پس ریکامند میکنیم آقا، پیشنهاد میدیم که شما باید مثلا ما دو سایدمون رو ران کنیم که بیفته توی این موقعیت بتونیم حمله کنیم. هي الفرقه اللي بتلعب كمان بالكوارتر الاول بدايه الكوارتر الثالث بنفس الستارتنج فايف ريباوند بالجيم بيعطيها لوائل دوباره نها کنیم. وائل اذا فضوا امير سعود، امير بهالملعب ما بيرحم ابدا، ما بيرحم ابدا، ما شاء الله عليك قولوا ما شاء في احداث في 76 سومی ویو اکشن ران کنیم. این کار این اندافایی که اینجوری پشت هم انجام میشه بهش میگن ویو اکشن. با هندافای زیاد ببینید دفاع مگه تمایل نداشت همیشه که زمانی که بازیکن بدون توپ لاک داون دفاع بکنه و پاس اول بیاد نمیدونم چیز کنه و همش سویچ کنه؟ میبینی مگه تمایل به این نداشت؟ خب یه جایی تو دفاعی که اینجوری همش سویچ میشه، یه جایی دفاع مهاجم بازی رو میخونه دیگه. بلافاصله اینجا انگار رو تو دو تا اسکرین گذاشتن، ناکنی یار خودش رو هم داره میبره. هیچ تمام روتیشن. میبینی حمله 4 سایدمون رو ران کنیم. یعنی ببینید توی زمانی از شما تو حمله های تیم‌های مقابل میان نگاه میکنید ببینید که آقا اصلا یه سری تیم‌ها حمله های یکسان دارن، چقدر اون حمله های یکسان کمک کرده به اون تیمه. نگاه میکنیم میبینیم آقا مثلا مهرام یه حمله داره این 4 ساید ما، ما میتونیم از این استفاده کنیم دیگه. یه همچین اکشنی رو اون حمله داره. سوال دارین؟ اوکی. حمله مثلا 4 ساید تیم ما این اسکرین فلر رو داره. آفرین. پس میتونه یه آپشن باشه برام. من نمیدونم کی جون شد جدیدن بچا میکروفونتون بازه. من نمیتونم گست یوزر نوشته، من نمیدونم کیه. من نمیدونم چه جالب همین. من نمیدونستم میتونم بقیه رو میشه چیز کرد، میوت کرد. خب گیم پلن دفاع. 1 کنترل فست بریک. آقا فست بریکشون اولین ابزار تیم گرگان فست بریک بود امسال. یادتونه دیگه ویدیوهاشو میدیدیم تو موقعیت‌های مختلف تو فست بریک حمله می‌کردن. پس فست بریکشون باید کنترل بشه. هم به صورت وان و وان نگاه کنیم بلا فاصله سینا وایدی تیک آف اوپن شات رو پیدا کرد. دیدین یه بار دیگه نگاه کنین یه ذره دفاع رو توپ حواسش نباشه، هلپ حواسشون نباشه، سریع بهشون حمله کرد. 2 توی دفاع سه امتیازی اریازی باشون این کار کرده، اصلا زیاد بالا دفاع نکرده، اومده عقب دفاع کرده و سعی کرده دفاع رو وان و وان نگه داره. نگاه کنین خیلی جمع دفاع کردن و اجازه دادن که دفاعشون وان و وان بمونه. دوباره نگاه کنین ببین پیکو نگاه کنین یه بار دیگه این ویدیو رو. اینجایی که میخوام ببینید دفاع میپره عقب. اگه یادتون باشه بازی با ذوباهن رو من نشون دادم، بازی خودمون ذوباهن این کار میکرد، دفاعشو میدود میآورد عقب. ببین اصلا رو توپ فشار نمیاره، بازیکن رو توپ داره رو خط سه امتیازی دفاع میکنه. دوباره ببینید دفاع رو آورد عقب، رو پیک ان رول دفاع کرد و سعی میکنه خودش وان و وان دفاع کنه. ببین دوباره دفاع عقبه، میبینی کلا دفاع رو آوردن رو خط سه امتیازی. پس این میتونه یه راهکاری باشه. 2 توی پیک ان رول هارت شو بریم. دیدین اینجا دیدین بچه‌ها، یادتونه الان راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم اریازی چیکار میکرد؟
زمانی که پیکن رو هارتیج میشد ناکن هارتیج میشد دفاع رو می آورد بالا. الان 3 نفر آورد رو خط پنالتی. می‌بینی هیچکی رو توپ، هیچکی یه نفر رو دفاع نمیکنه، همه تو گپن. این گپ بین این دوتاه، رولر رو یه نفر دفاع میکنه، اینم گپ بین این دوتاه. دوباره نگاه کنی، دوباره هارتج الان دفاع میاد بالا، دوباره نگاه کنی، حالا بسته به جایی که اون نفره وایساده. ببین می‌بینی هیچ کس مستقیم کسی رو دفاع نمیکنه تا پاس در بیاد. یه بار دیگه دیدی مومنتومش رو نگاه کنی، مومنتومش کیه؟ اینجا نگاه کنین، اون لحظه ای که بازیکن‌ها دوباره وان آن وان تو هلپ سایت دفاع میکنن وقتی تو بعد دست گارد در میاد. نگاه کنید تا زمانی که تو دست گارده همچنان همون شرایط هست. لكن تريح لوقت قليل لانه مومنتمن راح ياتي للنادي الرياضي في مباراه. دوباره ببینیم باز پیکن رول هارتج. دوباره نگاه کنی می‌بینی قشنگ هم کاری گفتیم 4 و 5 هم دیگه رو کاور میکنن، ارساید از مخالف جمع میشن. نکته بعدی توی دفاع حواسمون به این کار باشه. این کار خیلی خوب یوسفند انجام میداد. بازیکن زیر حلقه رو جیل میکرد واسه نفوذ. نکنین اسکرین میذاره برای یار خودش. بورتات یادتونه دیگه. نکنین یه بار دیگه بزنم عقب یوسفند رو ببینید فقط چیکار میکنه. تو موقعیت‌های مختلف، تو ترانزیشن، تو بازی نشسته یا چیکار میکنه؟ میبینین نکنین یار خودش رو نگه می‌داره. فضا میده برای اینکه بقیه نفوذ کنن. میبینی؟ و کاری که انجام میدادن چجوری به اون استراتژی دفاعی اینا حمله میکردن. استراتژی دفاعی اینا چی بود؟ این که آقا تو پیک اند رول 4 و 5 هم دیگه رو کاور کنن. چیکار میکردن اینا؟ بلافاصله یه شورت رول میکردن. ناکنین یه نفرم پانچ میکرد زیر، یعنی این سنتر میکشید خودش رو زیر، اینو نگه می‌داشت، نفر دوم خالی میشد، بازی‌ها رو بازی 2-1 میساختن. یه بار دیگه نگاه کنید ببینید اینجا این منظورم چیه. اینجا دارن پیک اند رول بازی میشه، گفتیم استراتژی دفاعی 4 و 5 همدیگه رو کاور میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که رولره این نفر باید این دوتا رو کاور کنه تا پاس بیاد. بعد این تان میکر انتخاب میکنه که همچنان روی استون که یار خودش بوده بمونه یا بمونه رو هر سلام. نفری که از پیک اند رول میاد بیرون میگره دنبال نفر خالی. اوکی؟ حالا کاری که اتفاق میفته چیه؟ این دوتا همزمان که داره رول میکنه این دیگه نمیره بیرون که کار اینو راحت کنه. این چیکار میکنه؟ این خودش رو میاره پانچ میکنه زیر، میاد زیر حلقه وای میسته. یعنی دوتا سنت دور پنت، یکی که رول کرده شورت رول کرده هیچی، اونای دیگه هم نفر دوم دور پنت جابجا میشه که این بازیکن خطر داشته باشه نتونه بیاد رو توپ دفاع بکنه که بتونه تصمیم بگیره. اوکی؟ حالا اتفاق افتاده اینجا الان عریضی چیکار کرده؟ اومده نفر بعدی رو درگیر کرده. این چی میده بهشون؟ اوپن شات مخالف. پس توپ کافی از جا در بیاد، ناکن استون توپ رو میگیره، شد 2-1 دیگه. میبینید دیگه قبل از اینکه این ریکاور کنه توپ دست اینه. حالا این تو موقع 2-1 حمله میکنه، خب همه فکر میکنن داره پاس میده، به محض اینکه میبینه الان ممکنه پاس بده حمله میکنه، ناکن توپ رو میگیره. تام میکر فکر این خط پاسش رو میبنده، تام میکر هم میره برای کلوزات ویلچری. 7 ثانیه مونده دیگه، یه دونه شوت دیگه نظرم بزنم بدنشون تو تموم 7 ثانیه. اینا بازی خونی میکنه، اتک میکنه رو کلوزات. دیگه اون نمیرسن برگردن. دوباره نگاه کنیم شورت رول، یه نفر میاد زیر پانچ میکنه، این بار رولر پانچ کرد. میبینی کی قراره کمک کنه؟ 4 نفر بعدی میاد دور پینت توپ میگیره. میبینی و سعی میکنه نفوذ کنه. اینجوری اون تاکتیک رو از بین میبرم. خب اینم از اینو. اوکی یه ویدیویی بچه در حد 4 دقیقه دیگه میخوام بهتون نشون بدم که این در واقع حالا اونا رو همه رو دیدیم، ما از بازی‌های دیگه در می آوردیم ویدیوهامونو.
اینجا الان اون ویدیویی که میخوام نشون بدیم، فرض کنید تو یه سری شما دارین با یک تیم هی بازی میکنید تو پلی آفه و ویدیوهایی که دیگه روش نگاه میکنین صرفا چیه؟ صرفا ویدیوهای بازیای خودتونه، لزوم نداره دیگه حریف مثلا فلانو برید نگاه بکنید اونجا چیکار کرده اون بر چیکار کرده. خب میان چیکار میکنید؟ میان بازی خودتون رو نگاه میکنید و بر اساس اون مشخص میکنید که برنامه‌مون چیه، تیپساتون رو اضافه میکنید. الان میبینید اینو دیگه. اوکی. این بازی ما میخوایم ببینیم آقا با این بازی اول بعد بازی اول مثلا فینال ما نگاه میکنیم. یک، پنجمون همیشه نگاه کنیم باید آماده توپ گرفتن باشه و توپ بگیره. نگاه کنیم میبینی اون بازیکنیه که خالیه. ما گفتیم آقا این نفره باید توپ بگیره. چرا؟ چون همیشه اونو خالیش میذارن. میبینی خطا گرفت. دو، نفوذ اگریسیو نیاز داریم. وان اون وان حمله کنید. توپو تو عرض زمین جابجا نکنید. سه، به بازیکن‌های پست حمله کنید. می‌بینی اینا همون چیزایی که یادتونه تو این بازی قبلی هم دیدیم. الان دقیقاً همین برای بازی ما اتفاق افتاده. یعنی تو بازی اولمون دقیقاً ما اینجا ادوانتج درست کردیم. چهار، توی دفاع روی جردن استیونز تریپل می‌کردن. نگاه کنید یه نفر رو توپ هست، دو نفر دیگه آمادن واسه دفاع. پس کاترامون باید آماده باشن برای کات کردن یا استمپ کردن. بعد از اینکه اینا ترپ میکردن که توپ از دست جردن استیونز بیاد بیرون. اوکی، برنامه این بوده. فید جی افتر ترپ، یعنی بعد از اینکه ترپ کردن هم دوباره بهش توپ برسونید. ناکنجا ترپ کردن، توپ رفت. ببینید اصلا هیچکی دیگه حواسش به جی نیست. میبینی ناکنی هیچکی حواسش نیست. بازی خراب نشه. خود جی بودو مثلا مثلا میگم توپ برسه به آرمان، اینجا با یه پاس، اینجا بازی 3-2 دیگه، توپ برسه به آرمان، جی دوباره به توپ بگیره بازی کنه. ناکنی اصلا نیست. جریان بازی نه دفاع هستن نه خودش. همه برنامه اونا همین بوده دیگه. تو بعد از این در بیاد تو دست بقیه. ادوانتج کویک این باوند، گفتیم ترانزیشن دفاعیشون خیلی بد بوده. اوکی، ترانزیشن دفاعیشون خیلی بده. پس نشون میدیم که آقا وقتی سریع اینجا گل میخوریم، اینجا گل میخوریم بلا فاصله شروع میکنیم. قبل از اینکه اصلا کسی فکر بکنه ما شروع میکنیم دفاع رو و برای خودمون ادوانتج درست میکنیم. نکن. دو، سعی میکنن که محمد شهری، میبینید بچه هم پرسونال داره هم تیمی داره، سعی هم دفاع داره هم حمله داره، سعی میکنن محمد شهریان رو آندر کنن، اسکرین رو پوش کنن و آندر کنن. تیک آف، گفتیم آقا شهریان باید تیک آف کنی، باید بری دوباره رو حلقه، هم کاری که الان کردی. اونا دارن سعی میکنن کاری کنن که تو مجبور تو فشار رو تو کانتست شوت بزنی. بعدی توی کلوز آوتا اتک کنیم، مخصوصا بازیکنایی که جوان‌ترن. مگه نگفتیم رضایی فر خیلی اوور هلپ میره؟ اتک کنیم بهش، تو دست شوت نزنیم. میبینین؟ حالا کاورجای پیک اند رولمون رو نشون میدیم که چیا میخوان. اومدیم پیک اند رولایی که بازی کردن رو میریم. حالا مثلا سیگنال ها مشخصه، بلو آندر، اوکی، افتاده رو دست چپش دیگه. اگه بلو آندر بریم چیکار میکنه؟ پس میتونه آندر رفتن جلوش یک راهکار باشه. اگر فالوش کنیم چیکار میکنه؟ ببین رو دست راستش فالوش میکنیم، پاس میده. میبینی؟ اگر رد بریم، هارد ایج بریم چی میشه؟ دیدین؟ پاس داد دوباره. پس اگر پوش سایدش کنیم، کلا یه ساید رو ببندیم بدیمش رو ساید دیگه چی میشه؟ میبینید تمام موقعیتایی که نوید رضایی پیک اند رول بازی کردن نشون دادیم. چرا؟ چون قرار بوده که بذاریم نوید رضایی بیشتر از ویلچری و سینا وایدی پیک اند رول بازی کنه. دوباره دیدین؟ اگر که ریجکت بکنه رو دست ضعیفش چی میشه؟ حالا نشون دادیم ما قرار ساید بدیم دیگه، قرار دست چپش رو ببندیم. اینجا رو نگاه کنید، اینجا میایم با ما قبل از این میخواد بره توپ بگیره، دفاع میاد چیکار میکنه؟ دفاع میاد سعی میکنه ببنده، اصلا نذاره بره تو پیک. این برم آرمان آماده وایساده، ترافیک دیگه، گفتیم تو ترافیک نمیره. حالا اگه رو دست راستش بره تو نگاه کنیم، نشون میدیم آقا رو دست راستش اگه ریجکت هم بکنه میتونیم بهش برسیم، فقط کافی بریم مسیرشو پایین ببندیم. دوباره ببین، ولی اگه بیفته رو چپش نگاه کن، میبینی؟ دوباره نگاه کنی
پس اگر بازیکن رو چپش هم ببنده، ببین دوباره با یه هلپ پاس میره بیرون. تو پرسونال نشون دادیم دیگه، یادتونه دیگه گفتیم تو ترافیک زون جمع میکنه پاس میده. جلو فایر چی کار میکنه؟ حالا جلو هارت چی کار میکنه؟ پاس میده. تو ویدیوهای پرسونالش هم دیده بودیم اگه یادتون باشه. اوکی. حالا کاورجای پیک ان رولمون چیه؟ سایت پیک ان رول قرار سایت بدیم. نگاه کنیم قشنگ سایت رو ببندیم، بریم بالا بازی کنن. اتفاق خطرناکش چیه؟ پاپ آپ. پس نفر بعدی، چون این شوتره دیگه، این نان شوتره، نفر بعدی باید اینجا آماده باشه که هلپ به هلپر بده. این نفر هلپ دراگو میشه، هلپ ده هلپر، بعد دراگو بیاد بالا رو ببنده و نذاره اینجوری شوت بخوریم. بچه یه لحظه تصویر تصویر دارین الان شما؟ تصویر ویدیو رو بله داریم آقا سینا، ولی خودم استاپ کردین دیگه. آره من نیستم مثلا. الان من خودم دارم. من یه لحظه دستم خورد رفت تصویر اون بر. خب اگر دراپ وایسیم تو پیک ان رول، ببخشید من یه لحظه حواسم پرت شد. گفتیم دیگه، گفتیم آقا اگر که ساید رو دفاع میکنی کلین سویچ کنیم، یعنی نفر بعدی کامل بیاد روتیشن رو دفاع بکنه، دراگو بیاد بالا، آرمان بیاد دو ارسلان، بریم کلین سویچ. نو دراپ. به هیچ عنوان تو پیک ان رول دراپ وای نستیم. دراپ وایسیم تموم کارمون. اتک میکنه به سنترمون اند وان. آرتیجو اگر انجام ندیم این اتفاق میفته. نگاه کن نشون میدیم که آقا اگر بازیکن رو توپ فشار نیاره و اتک بکنه چی میشه. نگاه کن اینجا دو تا اتفاق با هم دیگه افتاده. دست نوید زیفر افتاده رو دست چپش، هیچ کس هم استاپ نداده، همینجوری واسه خوش رفته بالا. نگاه کن تو فشار میبینیم بازم عیار رد نمیشه، رو دست بازیکن تا لحظه آخر میاد توپ رو گل میکنه رو دست سه نفر. پس اگر شو نکنیم ممکن این اتفاق هم برامون بیفته. میبینید دوباره شو نکردیم اومد تو. پس شوه مهمه، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا اوکی یه بازیکن ترجیحمون سف سف که قطعا بسکتبال نمیشه. خب ترجیحمون اینه که این بازیکن پوش بشه روی ساید، ولی نه که مسیرش باز بشه دیگه هر جوری خواست بره بالا. توی وینگ زمانی که هنداف میکنن مدل هندافشون رو نگاه کنیم. اون روز که داشتم راجع به هنداف حرف می‌زدیم یادتونه چی گفتم؟ گفتم آقا هنداف‌ها مدل‌های مختلفش دفاع‌های مختلف داره. این تورن چیس رو شما نمیتونید آندر برید، چون اگه تورن چیس رو آندر برید بازیکن رول میکنه، چون زمان داره برای رول کردن، میشه همین شوت میخورید. بعد فالوش کنید. یه سری مثلا حالا ایراده بازیمون رو نشون میدیم چیا رو ترنوور دادیم و مثلا توی نش زون اتک کردیم. نگاه کنید خطای حمله دادیم. یه سری صحنه‌های مهمی که تو بازی اتفاق افتاده، مثلا اسپیسینگ بعد اینجا داشتیم توی بک کورت. نگاه کنید یعنی توی گفتم بهتون دیگه مثلا یک روز بین ما اگه اشتباه نکنم یک شنبه بازی کردیم، دوشنبه استراحت داشتیم، سه شنبه بازی کردیم. این جلسه دوشنبه است، یعنی به تمام ویدیوها مال بازی قبلی بود. شات سلکشن بعد داشتیم یه جاهایی. نگاه کنی اینجا مثلا رضا میتونسته راحت بره بالا، پاس داده بی دلیل، باید خودش اقدام میکرده. استفاده از سنترام نیاز بوده. نگاه کنی داشتن رو تو فشار می آوردن، جی اصرار کرده به داشتن توپ در حالی که میتونسته پاس بده به دراگو بره هنداف بگیره. مثلا ما این قرار گذاشته بودیم که هنداف اولویتمون میتونه جایی باشه برای بازی کردن. عجله نکنیم. می‌بینید یه سری ایرادا و چیزای کلی هم بچه‌ها نشون میدیم. نگاه کنید تیک آف هایی که انجام میدم و در آخرش حالا من برای این ویدیوه در آخرش برای اینکه یه چیز بدیم، یه انرژی حالا بدیم، میگم یعنی خیلی میتونه چیز متفاوت باشه. ما مثلا یه جایی که چون واقعا جورنالیست واقعا دفاعش اگه می‌خواست دفاع بکنه خوب دفاع می‌کنه، مخصوصا رو توپ.
واقعا دفاعش روی توپ خیلی خوب بود. اگه خودش تنبل بازی در نمی آورد، انرژی می‌ذاشت، واقعا خوب دفاع می‌کرد. مثلا یه ویدیو اینجوری نشون میدیم برای این. من مثلا قشنگ تو جلسه یادم گفتم آقا آخرام بریم یه دفاع خفن از جی ببینیم که فردا هم اینجوری دفاع کنه. می‌بینی اینجا قشنگ فورس کرد، 2 سری استاپ داد و ترنوور گرفت. اوکی. خب یه چیزی بچه‌ها بگم و دیگه من یه ذره طولانیش کردم این قسمتو که دیگه کل صحبتامونو بکنیم. راجع به نرم افزارا که خیلیاتون چون پرسیده بودین که نرم افزار رو چی استفاده بکنیم و چی کار بکنیم و اینا، اینو براتون من نرم افزار، حالا اونایی که مک دارن که با آی مووی خیلی راحت میتونن کار بکنن، یه نرم افزار فیلمورا واندرشیر، اینو فکر میکنم راحت بتونید از همه جا بگیرید. فقط به من بگید که الان من سویچ میکنم میفته رو نرم افزاره. الان نرم افزار رو دارین میبینین یا بازم عکس فریزه؟ عکس آقا سینا الان حرکت میکنه. عکس که خب من موسمو تکون نمیدم که معلومه عکس. آره. خب بچه‌ها نگاه کنید این نرم افزاره، حالا این نسخه آخرش من گرفتم. نرم افزار کاربردی و اوکیه. هم میتونید شما مثلا ویدیوتون رو اینجاها سلکت کنید، زمانش رو مشخص کنید، استفاده بکنید. میتونید با شورتکات باش کار بکنید، میتونید ویدیو اد کنید، میتونید نمیدونم روش مدیا بذارید، روی عکستون تایتل بذارید، روی ویدیوتون مثلا بذار من دونه ویدیو اینجا ایمپورت کنم. چی داریم؟ مثلا همین آخریه که گرفتیم. نکنین اینو وارد میکنین، اینجا میگه مثلا چه فرمتی میخواین باشه، فرمتتون انتخاب میکنین. فرض کنید مثلا مچ تو مدیا کردم که کیفیتش پایین نیاد. اوکی، این اینجا مثلا ویدیوتون رو میارین تو این تولبار پایین، هر قسمتش رو بخواید پلی میکنی، هر قسمتشون رو بخواید با کنترل بی، کنترل بی معمولا تو اکثر نرم افزار ویدیو کاته. من اینجا رو نگاه میکنم، این تیکر کات میخوام، یه چیز انجام میدم. یه کاری که حالا من مثلا باش انجام میدادم اون موقعی که خب سیستم مک بوک نبود و استفاده میکردم، من میومدم اول مثلا دیدی نوت گذاشته بودم روی سری ویدیو نوشته و اینا، دایره و شیپ و اینا بود، اینو پلی میکردم، این صحنه رو که میخواستم پازش میکردم. اوکی، اینجا ازش یه اسکرین عکس میگرفتم، اسنپ شات میگرفتم ازش. خب بعد از اینکه اسنپ شات گرفتم، این اسنپ شات درست میشد. حالا مثلا فرض کنید توی مثلا دسکتاپ اینجا مثلا براش جا مشخص میکردیم که بره دسکتاپ، اینجا مثلا تو اسنپ شات خب اضافه میشد. بعد بذار من چنجش کنم تو دسکتاپ که بعدا بتونم پاکش کنم. اینجا اینو میزدم، این گرفته میشد. میبینی الان یه عکس اسنپ شات اضافه شد. حالا بعد از اینکه اسنپ شات اومد اینجا برام، من کنترل بی رو میزدم، این عکس رو اضافه میکردم اینجا. اتفاقی که میافتاد چی بود؟ من روی این عکسه، ببین اینجا عکس فریز شده، من روی این عکسه میتونستم حالا کار بکنم. میخوام استیکر بذارم، میخوام تایتل بذارم، میخوام هر چی که اضافه بکنم، مثلا تایتل بذارم. میبینی میفته اینجا، تایتل اضافه میکنم، میذارمش اینجا. زمانی که این عکس میاد مثلا میگیم next stamped. اوکی، زمانی که این عکس میاد این نشون داده میشه دیگه. خیلی ساده است دیگه. آقا این چیه؟ راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ حالا من خودم جایی که مثلا میخواستم کار کنم و میخواستم ویدیو درست کنم از طریق مثلا حالا فتوشاپ یا چیزای دیگه، میومدم خود این عکس رو ادیت میکردم. یعنی روش مثلا شیپ میذاشتم، روش دایره میذاشتم، نمیدونم مثلث میذاشتم، هر چیزی که میخواستم اضافه میکردم بهش. اوکی، من ندیده بودم، نه تو فکر کنم اینجا نه نداره، من ندیدم که توی محیط نرم افزار هم چیزی داشته باشه. ولی خب خیلی راحته، خیلی راحت میشه باش کار کرد و خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی خیلی سریع هم اکسپورت میگیره و هر مدل چیزی هم بخواید داره. میتونید براش مثلا از این پس زمینه بذارین اولش، میتونید کار بکنید. میگم چون خیلیاتون هم پرسیده بودین راجع به نرم افزار که آقا نرم افزار چیه، چه جوریه و فلان. واقعا بچه‌ها نرم افزار یه چیزی که خیلی چیز کار خاصی نیست. واقعا ویدیو درست کردن خیلی چیز عجیبی نیست. مهم محتوای اون ویدیویی که شما درست میکنید. یه سری نرم افزارهای دیگه هم هست مثل شده الان لینکش اصلا براتون میذارم بچه. یک سری نرم افزار دیگه هم هست که مثلا باش کار میکنن، مثل کلیپ درا، مثل
همین اینستات، مثل فکر کنم پینت، اسمش پینت، این نقاشی که رو ویندوز هست، نرم افزار اسکاوت، آنالیز اسکاوت بسکتباله که بهتون مثلا ویژوال میده و میتونید دایره بیارین، دیلیت بکشین، اسکرین بذارین، کار اینجوری بکنید. من خودم داشتم قبلا مثلا 1-2 سال استفاده میکردم، ولی واقعیتش اینه چون تو ویدیوهایی که توی فیلم استفاده میکنم خیلی، یعنی تو برای فیلم گفتم بهتون نباید شیپ خیلی خاصی داشته باشه و در حد نوت و اینا باید باشه، من خیلی استفاده نکردم، یعنی ازش بعدش که تمدید نکردم. نرم افزار پولیه که میتونید استفاده بکنید. دیگه ویدیوتون که تموم میشه اینجا اکسپورت داره، اکسپورت رو میزنین و هر مدلی دوست دارین جاهای مختلف میتونید بذارید دیگه. میبینید از یوتیوب و وایمو و تیک تاک و اینا همه جا میتونید اصلا اکسپورت کنی یه راست ویدیوتون. خب دیگه چی هم سلام. کسی سوال راجع به نرم افزار نداره؟ من میخوام ببندمش. اوکی. من ببندمش و تمام. یه سری نرم افزار ساخت دیاگرام و اینا هست که من پلی بوک و اینا رو باهاش درست میکنم. بهترینش فستراه، چون بهتون یک بانک اطلاعاتی میده و وقتی که ازش اکانت میخرین یک به صورت اتوماتیک وصل میشه به دیتابیس شما. یعنی من مثلا سینا فتحی یک دیتابیسی در سایت فست مدل دارم که اون دیتابیس تمام چیزایی که من توی نرم افزارم دارم، این نرم افزارم مثلا من نرم افزارم آپدیت نیست به خاطر اینکه لپتاپم رو از دست دادم و دوباره تا آپدیتش کنم طول میکشه. میبینید این فضای نرم افزاره و میتونید باش دیاگرام بکشین، هر چی که دوست دارید، چیزهای مختلف من تقسیم بندی کردم. میبینید بر اساس سیزن، مثلا اینا پلی بوک های تیم طبیعته، نمیدونم خودم برای خودم کارهایی که انجام میدم، مثلا تیم‌های مختلف، بازیایی که دارم، مثلا میبینین تیم ملی آرژانتین، حمله های تیم ملی آرژانتین، هر موقع مثلا میخونم یه کپیشو اینجا برای خودم درست میکنم اینجا دارم. یا مثلا اگه بخوام بر اساس اسم سورتش بکنم، نگاه کنید میبینید من برای خودم تقسیم بندی کردم. تیم‌های یورولیگ، میبینید تیم مثلا تیمایی که تو اروپایی هم ولی تو یورو نیستن، تنریف، گالاتاسارای، آندورا، نمیدونم فلان. خب و خودتون برای خودتون طبیعت مثلا 2024 باستن، نمیدونم تورنتو رپترز، اینا همه تیمایی که هست دیگه، از اونا هست NCAA. این خیلی نرم افزار کاملیه و میگم تو مال من خیلی از چیزاش نیست، یعنی من هنوز آپدیت نگرفتم. میبینید من اینجا مثلا برای اسکاوتینگ کلینیک اومدم دیاگرام درست کردم، میبینید اینجا برای خودم مشخص کردم اینا بازی بال اسکرین، اینجا بروکن آفنساس، اینجا نمیدونم کوریدوراست، هر چیزی میتونید شما تو این بذارید. تمریناتونو من رو دیتابیسم تمرینات و اینامو دارم، هنوز بریک داونایی که درست کردم، تمرینایی که گذاشتم هنوز اینا رو نذاشت، یعنی هنوز اینور وارد نکردم روی سیستمه، ولی میخوام بهتون بگم ببینید همه چی رو داره. و یه چیزی که بهتون میده اینه که اگر که مثلا هم مکبوک داشته باشین یا حالا اصلا کامپیوتر داشته باشید، هر چی، هم آیپد داشته باشید، اتوماتیک اینا رو به هم دیگه سینک میکنه. یعنی شما هر چیزی که اینجا میکشین اتوماتیک روی آیپدتون قرار میگیره. برای گوشی فکر میکنم قبلا داشت، الان برداشتن، یعنی این قابلیت رو نداره، صرفا بهتون یه فضایی میده برای دیاگرام کشیدن، ولی کمک میکنه. این نرم افزار پولیه، فکر میکنم مثلا پول ایران میشه نزدیک بین اگه اشتباه نکنم بین 8 تا 10 میلیون اکانت یک سالشه اگه اشتباه نکنم، ولی بذارید از ببینم که دقیق بهتون بگم که آره از $149 کانادا اکانت داره. حالا بسته به چیزی که شما میگیرید دیگه، تا $400 $350 کانادا، یعنی حدودا نه خیلی کمتر میشه، از فکر کنم 8-9 تومن خیلی کمتر میشه، عددش خیلی کمتره واقعا.
مثلا 6 یا 7 تومن. از 7 تومن تقریبا شما میتونید خرید بکنید اینو تا عددهای بالاتر داره. میگم بعد خودشون پلی بانک دارن، بانک اطلاعاتی دارن، میتونید برید ببینید. مثلا من خیلی حالا رو اون خیلی دوست دارم خودم و خیلی آپدیت هم روش. و بذارید من بیارمش روی این صفحه برای شما که من براتون توضیح هم بدم راجبش. میبینید الان صفحه وبسایتو؟ اوکی. ببینید این سایت، این فست مدل، این اسم وبسایت است. اینجا که میان اینجا اکانتاشون و پروداکتشون رو میزنید، میبینید که چی دارن. یک قسمتی داره. آها. بعد این فضا است که به شما میده. میبینید مثلا این بازیکن‌ها، شما میان برای تیمتون یک چیز میگیرین، یک نرم افزار میگیرین، فست رو فست اسکاوت رو با هم داره. خب آیپد و مکبوک و گوشی بهش وصل میشه. این گوشیه فقط میتونید ببینید، یعنی به بازیکن‌ها مثلا اکانت میدن، برای تیم میگیرن، به بازیکن‌ها اکانت میدن. مربی وقتی ویدیوهای پرسونال رو میذارن، هر کی میره تو گوشیش نگاه میکنه دیگه، لازم نیست جای آپلود کنه، اتوماتیک همه جا میاد، یا پلی یا میبینید همه چی رو داره. یه قسمتی داره که خب خیلی مثلا برای خود من خیلی جذابه، بانک اطلاعاتیش. این پلی بانکیه که داره، شما اینجا راحت میتونین هر چیزی که میخواین رو دانلود کنید. یعنی خیلی راحت، مثلا فرض کنید من خودم خیلی کار انجام میدم، مثلا با پابلیش دیت الان اینا جدیدتریناشه. خب مثلا حمله تیم زسکا مسکو روسیه رو خب میبینید گذاشته، روی این کلیک میکنی، این آقای ستاوراس زحمت کشیده، اینو کشیده. اینجا که میزنید، من الان این سنت تو فسترا رو که میزنم، خب اینجا ایمیلم رو وارد میکنم. اوکی، من رو زدم دیگه، سابمیت. دیدین چی شد؟ بچه داری میبینین؟ من نمیدونم صفحه ها رو میبینی یا نه. بله میبینیم آقا سینا، اوکی. میبینیم. اینو که الان زدم، نها کنید زده چی؟ زده زسکا مسکو رم دابل درگ. من دیگه اینا رو نمیکشم. میبینی شکل ویدیوهاشو نگاه کنید، اینجا میبینید چه جوریه الان دیگه، رنگی رنگی دیگه. خب میام تو فسترا، اینجا بذارید فسترا رو باز کنم براتون که دوباره اونو میام تو فسترا. اینجا اونم get plays بود اگه اشتباه نکنم. آها این که هیچی، این که هیچی. بابا آها فست ترید رو میزنم، نگاه کنید این بالا فست ترید منیجر، اینو که روش کلیک میکنم، نگاه کنید میبینی اولیو اینجا تو ایمیل، تو میل باکس من اومده برام. روی این کلیک میکنم، اد تو لایبرری رو میزنم. خب اون بازیه نگاه کنید الان اومد تو نرم افزارم، میبینی همونه. میام اینجا چی داشتم، میام سری رو انتخاب میکنم، چی بوده، بزن سرچش کنم، دسکا بود دیگه، یکی این سری ها. اون شبیه سری من نیست، یعنی اینه، میبینی اسم خودم یارو اسم سریه. روی این میزنم، میگم حالا چی بوده، برای خودم میام درستش میکنم. میگم اینجا کجا باید بری تو ترکیب تیم زسکا مسکو. یورولیگو پیدا میکنم، اینا رو من خودم درست کردم. یورولیگو پیدا میکنم، زسکا مسکو، تیمش رو میکنم زسکا مسکو. میبینیم بار زده تیم زسکا چه سریه، دابل درگه. اینجا تو سریام برای خودم تعریف کردم، اینتریا، اکشنا، نمیدونم اسپیشال سیچویشن ها، خودم واسه خودم میذارم. تو چی قرار میگیره؟ تو درگ آپشن ها قرار میگیره. این هم میشه درگ آپشن. حالا میام روی یورولیگ ببینم سال چیزو چیه. من خودم برای خودم سالا رو هم جدا کردم، یورولیگا 2022 2023. پس زسکا رو میارم، این تیمی که 2024 2025 رو میکنم 2022 2023. چرا این کارو میکنم؟ چون الان من اگه سورت کنم بر اساس سال 2022 2023 رو بیارم، میبینین اول تیم رو بزنم، اول سریز بزنم، همه یورولیگام اینجاست. هر چی بازی پلی دارم که برای تیم‌های یورولیگی این توه. اگه بیام الان روی زسکا کلیک کنم،
آل تیم هم بذارم نگاه کنید الان دقیقاً همون حملهه می‌بینین دیگه اومد اینجا نشست. اوکی. حالا جدای از این نرم افزار پلی بوک هست که خیلی استفاده میکنن ازش تو ایران. من از زمانی قبلا استفاده میکردم، از زمانی که اینو گرفتم دیگه واقعا پلی بوک استفاده نمیکنم و استفاده ندارم واقعیتش، ولی اونم نرم افزار اوکی یه کارتون رو راه میندازه و خیلی هم کمک میکنه بهتون، به نظرم خیلی چیز نداره. خب اگه از من میشنوید و اگر که شرایطش رو دارید به نظر من بگیرید. بسیار فسترا نرم افزار خوبیه و واقعا من خودم از زمانی که از فسترا یعنی تبلیغات تلویزیونی شد، خودم از زمانی که از فسترا استفاده کردم خیلی اخلاقم هم بهتر شد. نه واقعا ولی خیلی کاربردیه. اگر که شرایطش رو داریم واقعا اصلا مربی، جدی میگم مربی متفاوتی خواهید شد قطعا وقتی که ازش استفاده میکنید. اینی که الان گفتم فست مدل اسم سایت، فست راو اسم برنامه است. اون یکی هم واندرشیر فیلمورا، واندرشیر فیلمورا 13. این هم من تو گروه گذاشتم. خب سرجان سلام. سلام آقا شاهین گل. رستم خوب هستی آقا سرجان؟ چاکریم قربونت برم. مرسی فدات. واتساپ هم برامون بذاری؟ چیکار کنم؟ تو واتساپ اینا رو هم برامون بذاری ممنون میشم. آره حتما لطفا می‌کنی. تشکر. قربونت فدات. خب آقا سینا بچه‌ها من کارمون تموم شده. اگه سوالی چیزی دارین بفرمایید که من در خدمتم. اگه نه لطفاً هماهنگ کنیم برای پروژه که کیا میخوان شرکت کنن، کیا میخوان باشن و چی کار کنیم. آقا سینا خسته نباشین. قربونت جان در خدمت. یه سوال میگم بابت اینکه گفتی 1 سال بسته رو میخرین برای همین اسم برنامه فسترا. خب و خواستم بعد 1 سال که بخواید دوباره آپدیت کنید باز هم باید همون مبلغ رو پرداخت کنید یا اگر نخوایم آپدیت میشه از آپدیت قدیمی که گرفتیم استفاده کنیم؟ ببین من آب نمیدونم اینو، راستش واقعا نمیدونم اینو. من آپدیت یعنی الان شما کردم. 1 بار هزینه پرداخت کردین؟ نه من سال به سال تمدید میکنم. هر سال همون مبلغ رو پرداخت میکنید در واقع. آها خیلی ممنونم. ولی مرسی. مبلغش هم ببین چیز میشه دیگه، مبلغش یه ذره بالا پایین میشه دیگه. مثلا من سال اولی که خریده بودم آره. فکر کنم $90 بود اگه اشتباه نکنم. آها اگه سال به اشتباه سال بیشتر شد یه دیگه. ذره بیشتر شده. آره مثلا من 4 سال 5 سال دارم، یه ذره خیلی خوب بیشتر مرسی. شده سال به سال. مرسی بچا این آقا لینک سینا. اینا خواهش میکنم، این لینک این نرم افزارا که خب کسی سوال دیگه؟ سلام آقا سینا، خوب هستین؟ سلام قربانت، سلامت باشی. مرسی. یک سوال دارم از ویدئویی که قبلی امکانش هست بپرسین یا بعد در مورد نرم افزارا سوال بپرسیم فقط؟ نه بپرس ویدیو بپرس. سوال دیگه. یه ویدئویی شما گذاشتیم مال دفاع الریاضی بود علیه تیم گرگان که یه مقدار که دفاعش رو 3 امتیازی آورده بود، عقب‌تر آورده بود دفاعش. آها آره. ببینم راه شکستن این دفاع چیه؟ یعنی اون تیم مثلا بذار که الریاضی چون تیم شهرداری نمیتونه رو دیریب که شوت بزنه این نوع مدل دفاع رو انتخاب نه که کرده. نمیتونه رو دیریب شوت بزنه، اونا تصمیم میگیرن در این مورد، تصمیم میگیرن که روی این مسئله ریسک کنن. خب قطعا یه مدل دفاع که 100% نداشتن، که قطعا چند تا مدل دفاعی داشتن و چند تا چیز داشتن، ولی تصمیم میگیرن که آقا اونجا رو این مسئله ریسک کنن. میشه خب راه شکستن این مدل که دفاع رو بگین؟ چون ببین دفاعی که اونجوری تیم عقب وای میسته و دفاع چیز میکنه، جابجا میشه در واقع، چیز میکنه، اون بازیکنی که روی توپه میتونه مثلا هنداف بازی کنه، میتونه به جای که خودش پیکن رو بازی کنه هنداف کنه با یه بازیکن دیگه، اون بازیکن بیاد توپ بگیره. میتونه این کارو بکنه. میتونه به وقتی میبینه که اونا دارن این کارو انجام میدن